السلام علیکم دوستان عزیز. زنده سلامت و خانواده باشید. در پیش مراسم حج است. درباره حج به شما میگم. کسانی که نیت حج دارید گرفتن بود خدمتشون که در حج چگونه کارها رو شما اجرا میکنید. وقتی که شما مثلا روی سامالیت میایین در جیده میفرید و اتوبوس میایین در چیز میقات شما را میبرن برای احرام آور کردن. رهبالات شما باید اینا رو فهمونن که بعضی رهبالات هستن که نمیفهمن. وقتی که ما رفتگی بدیم حج به ما رهبالات میفهمونن اینا مردای میفهمونن که زنها رو نمیفهمونن و زنها رو من فهموندگی دادم تیار کردگی بدم برای به حج چگونه مثلا که عبادت رو ما در اجرا میکنیم. وقتی که شما میایین به همون چی جایی که فرمانی شما در جیده است در میقات است اما غسل میکنن ناخناتون رو باید گیرین مردم موی سرشون میگیرن موی لباشون که جایی مهم که در کار یکو تکی کش جایی که باید توزه میکنن میشن توزه احرام لبیک حج گفته و میکنن میپوشن احرام. لیکن اینجا با سه نمودی و حج است. کدام نیتی کرد حج افرادی است و حج تمتع است با حج چی است یک سیم حج در اون است. سه نمودی بگیم چه حج است میسو انسان همون کدام حج را کرد همون را لبیک گفته احرام رو بر میکنه. حج افرادی باشه لبیک حج افرادی میکنه، لبیک حج تمتع با اینو بین خودشون فرق میکنه. حج که افرادی قربانی نمیکنه، حج با تمتع قربانی کرده میشه. هم خیلی بحثم لیکن لبیک گفته احرام رو بر میکنه. لبیک حج تمتع یا لبیک حج افرادی کدام حجی که نیت کرده باشه. پس از این اینا روانه میشن به طرف مکه مکرمه. در مکه مکرمه اولین وقتی که شما میین رو برای مکه مکرمه میشین که در اونجا چی ارزویی که داره ارزوتون کنید. من چی ارزو چی دعایی که کردم در مکه مکرمه با ارزویم رسیدم. اینم از خودم نشون میدم. با مکه مکرمه رو برای میشین در همون طواف شما از همون حجر الاسود سر میشه. حجر الاسود همون راستی حجر الاسود رنگ وایس مخصوص است. هم کافی سفید است و رنگی مو رفتن ده رنگ وای به نور کاریش نیروز که نمیدونم که وای رنگش چقدر مخصوص کردن که آدمو از اونجا باید که طواف سر شود. شما راست میایین همون راست حجر الاسود اونجا طوافتون سر میکنین. اول ایستاده دعا میکنین به حجر الاسود سر میکنین. طوافتون هم خیلی هر یک بار اومدگیتون در اونجا ایستاده با دعا میکنین. هر یک اومدگیتون ایستاده دعا میکنین. هفته هم خیلی گردش میکنین بین گرد مکه مکرمه. تو نیستین سنگ بوسه میکنین، تو نیستین با طوافتون دوام میکنین. مثلا هفته طواف کردگیتون یک طواف میشه، یک طواف شو میشه. هفته طواف کرده که دعا کردین به هر یک اینکه اومدگی ایستادگیتون کدام راست سنگ حجر الاسود باید که دعا کنین. دعا کنین این سنت است. دست میبردارین لبیک لبیک اللهم لبیک میگه لبیک لا شریک لک لبیک لک الشکر و لک الحمد ان الحمد و النعمت لک. میسوکی دعا میکنن حاجیو اینا میشه که یک دعا که چه ارزو داری ارزو میکنین. بعد میخواد هفته طواف کردین از یک طواف برکشید میبرین مقام ابراهیم. مقام ابراهیم میرین دو رکعت نماز میخونین. بعد اونجا میایین با هم خطی که رو برای حجر الاسود اسپوسیو همون خطی راست میروین. از مکه پشتکی میبرین که روبرو بودین که پشتکی میبرین میرین در صفا میدارین. وقتی که در صفا درام تا دست رسون صفا از صفا سر میکنین دعا میکنین. در صفا بو میرین در مروه دعا میکنین. بو می در مروه دعا کنین. باز میخواد هفت وای میکنین رفتن بین صفا مروه. هفت مثلا صفا سر شد که بودم صفا تمام میشه. هفت میخواد رفته در هر صفا هم دعا میکنین. در مروه دعا میکنین. دعا چگونه چه اردو که داره بر الله تعالی میکنین. در همه جایهای قبول دعا هست. فراموش نکنید که همین جایهایی که در حج میرین که صفا مروه جایهای قبول دعا هست. بعد از هفته که دعا صفا مروه کردیم تمام شما میبرین تا روزی چیز یک روز پیش از عید شما آزاد هستین. انا که در این وقت شما میتونید که حج طوافای الهی کنین. چقدر نماز نفل میخونین که شما تو یک روز پیش از عید اگر برخ رفته باشین مکه مکرمه تو یک روز پیش از عید شما آزاد هستین که با چی کنین طوافای الهی کنین. حج چی میگن طواف الهی مثل نماز نفل. بعد یک روز پیش از عید شما رو چی میبرن عرفات میرین. در عرفات از برآمدن افتاب تو نشستن افتاب نیستین شما. یعنی اگر میسو عید باشه این روز شما در عرفات میرین نیستین. از برآمدن افتاب تا نشستن افتاب در عرفات هم روز قبول دعا است. قبول دعا است و روز قبول حج است. انا روز عرفات الله تعالی ملائکه رو میفرسته که دیگه میگه بنده ما چی دعا کرده است و دعایش قبول میکنه. روز قبول دعا و روز قبول حج است اونجا. روز عرفات این عرفات جای بخوری حضرت آدم علیه السلام و همسرشون ام حوا هستند. در جای بخوریشون ما از برآمدن افتاب تا نشستن افتاب میستیم. وقتی که افتاب نشستند حاجی‌ها از عرفات به سوی مزدلفه
حرکت میکنه که در عرفات گپ زدن ممکن نیست. تماما باید گپ نزنی، فقط باید دعا عبادت. خوراک‌ها رو میتونن به شما خوراک‌ها رو میتونن تو الان مثلا رفتید کو در راه ماشین با شما یک ماندارین میکرد یا یک قرب بدن نوشیده خورده رفته خود میگیره میرین در عرفات فقط دعا میکنه. در عرفات گپ زدن ممکن نیست، فقط دعا میکنه. در روز عرفات گپ زدن که حتی اونجا اعلام میکنه گپ نزنین، عبادت کنین. روز عبادت، روز قبول دعا، روز قبول حج است. گپ زدن چی میگن تماما ممکن نیست، فقط دعا عبادت و چی میگن مراجعه کردن به الله تعالی. خب با بگاهی از وقتی قریب نشستنی افتاد نماز شام میخوانن که نماز شام خوانده به طرف چی روانه میشوند؟ مزدلفه. مزدلفه اون جایی که حضرت آدم و حوا شب اولی عروس داماد عروسیشون در اونجا گذشته که اولی شب دامادیشون برای همین حجو در اونجا شب میمونن، یکی تو افتاد آمدن نمیمون قریب با بومداد اونجا رک میشن. در مزدلفه چیکار میکنیم ما؟ در اونجا ما سنگ میچینیم. سنگ میدون 49 تا سنگ باید ما در اونجا چینیم. 49 تا سنگ در اونجا باید گیریم. ما سنگا رو میگم در اونجا چگونه استفاده میبریم. خب 49 تا سنگ در مزدلفه میگیرن، شب در مزدلفه میمونن. قریب چی میگن ولی به طوری که شب آدمایی که پیران سالن مثل که نمیتونن غیر رو به شکلی روی میکنن که تو پیش بامداد باید چی شوند؟ در مینو شوند، باید در جای نماز ده. آدمایی که با توانان جوانن اینا پیش از قریب برآمدن افتاب رک میشن. افتاب برآمدن در چی باید شوند؟ در مینو. در مینو با تماشا به شما نقل میکنن. خب در مینو حاجی باید چیکار کنه؟ در مینو 49 تا سنگ میگیرن از اینجا، از همون مزدلفه. در اینجا هم دعا میکنن. در مزدلفه هم جای دعا نماز چی میگن عبادت هست. اونجا هم دعا میکنین. این جاهای قبول دعا مزدلفه، مینو، عرفات، چی میگن صفا و مروه، همه این جایی که ما میریم حج جای قبول دعا هست. این نداره شما با دوام دارد میگه. خب